گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 12. دوست آن دانم که گیرد دستی دوست. چون راهی ما دراز و مشکل بود، باید موافق به آن عمل می کردیم. به همین خاطر من دسترخوان گستردم و خیرامان را از خواب بیدار کردم. او دست و رو شست و با تکلیف من سری دسترخوان نشست. ما غذا خوردیم و بر راه برآمدیم. خیرامان مثل پیشینه در پس زین سوار با فرنجی سر و رویش را پناه کرده از میان من محکم داشته بود. اکنون مناسبت خیرامان با من دیگر احساس دوری و بیگانگی نداشت. پیشتر اگر مرا به صفت همراه برای از اسب نافتادن می داشت، عین حال حس می کردم که چون دل داده خود را به من جفس می کند، بری رویش را در پشت من با مهربانی می ماند و سیله می نماید. من از این کار به وجد می آمدم و خدا را شکر می گفتم. گرچند آینده سفری پرخطر ما خیلی ناعیان به نظر می رسید، اما هوس دیدار خیرامان مرا به خود اندرمان کرده بود. گمان می کردم پای سمند به زمین نمی رسد، او به هوا می رود. می خواستم هرچی تیزتر به قربان شهید به خانه اکای برادری برسم. آنجا عقد من و خیرامان طبق شریعت صورت بگیرد و من به آرزو و آمال جوانی خود نائل گردم. اسب هم گویا خواهش دل مرا پی برده بود که با تمام کوشش می‌خواست راه را میانه بر و کوتاه کند و ما را به منزل مراد برساند. ما از آفتاب رویه و توشه و بهارستان و جلگه و القیار و بلجوان بر این دهه ها گذشته، بعد نیمروزی به کنگرد رسیدیم و از آنجا دست چپ به سمت دهه های چندتاغلی و قزلمزار رهسپار گشتیم. نزدیک شام آن موضع ها را هم عبور کردیم. در حد نهایی خستگی قریبی صبح به قربان شهید رسیدیم. آن دهه بزرگ بوده است. دیده می شد که یگان آدمان در دمیدن صبح مال خود را به صحرا می برارند. من خانه اکای برادری را سراغ کردم. به ما فهماندند. به آن سو جلوی اسب را گرداندم، اما گمان می کردم که در بین ده کلان ره گم زده ایم. از یک جوانی نوخطی روبرو آمده نشان مقصود را پرسان شدم. اکای برادری گشته بازپرسی کرد آن جوان. آره گفتم من. رفتیم از قفای من بیایید، او تقای من می شود. با چهره گشاد پاسخ داد آن جوان. اندیشه کردم. تقایی به جای پدر می گویند. پسر چگونه پدر نمونه؟ نه تنها سر و رویش بلکه خلق و خویش به مثل اکای برادری است. جوان تخمین 10 دقیقه ما را در تنگکوچه های دهه راهنمایی کرد و عاقبت انا رسیدیم گفته به ما چپرک از درخت گز استاکارانه بافته شده را نشان داده خودش آن را کشاد. بر وقت حس کردم که خیرامان را خواب برده است. جان شیرین، بیدار شو که رسیدیم. گفتم من با مهربانی. به کجا؟ پرسید او از من. به آنجایی که لازم است. به آنجا. گفتم با خوشحالی و خودم از بالای اسب پریده فرآمدم. هوا هنوز به پورگی روشن نشده نیم تاریک بود. خیرامان خواست دستانش را حلقه‌وار به گردن من پرتاید و من او را طور میخواست به آغوش گرفته فرارم. اما من از این جوان و از این حولی سخت شرمم آمد. استحاله کردم و این کار را روا ندیدم. در این دم صبح خوش نفس واقعاً میخواستم از لعل او بوسه بگیرم و با بهترین لفظ گوش سخنشنوی او را نوازش کنم. اما زمان و مکان به این موافق نیفتاده بود. از دست و بازوی خیرامان با جان باختگی گرفته او را از اسب فراوردم.
این دم چپرک با شست کشاده شد. من در شما مورم گفته اکای براتلی هم از پس ما به حولی در آمد. مرا سخت با تمام قوت پدروار به آغوش گرفته گرم پذیرایی کرد. در سر کوچه به من گفتند که خانه ما را سراغ دارند. انیق فهمیدم که شمایید. تیز برگشتم گفت. این زمان زنی اکای براتلی با دختر و پسرش به پیشواز ما آمدند. بینید همه خانواده شما را انتظارند. با خوشحالی و مهمان نوازی خاصه اعلان کرد اکای براتلی و سخنش را دوام داد. حس میکنم خود به خود معلوم است که تمام شب ره پیموده اید. خسته شده اید. باکی نیست دم میگیرید. اینجا خانه خودتان. آب را بیارید بچم. مهمانان دست و رو شویند. از نشایسته دوست داشته من صبحانه آماده کنید. همزمان فرمود صاحب خانه. من با اکای براتلی و پسرش نورعلی صبحانه خوردیم. خیرامان را دیگر ندیدم. او جدا با زن و دختران اکای براتلی بود. برای تو ها انا در آن خانه جای تیار کردند. رفته تا کفتی تنت برآمدن خواب میکنی. گفتگی بر این سلیمی هم قشلاقیت را میدونی. خاطر رسان کرد به من اکای براتلی. بچه داملا ممتاز را پرسیدم من. ها تصدیق کرد اکای براتلی. آره او همدیهی ما. دوستی نزدیکی من است. گفتم با علامت رضامندی. خوب با تبسم گفت اکای براتلی. او 2 روز پیش در همین جا مهمانی من بود. همه سیری تو را با دختر ملا مصباح‌الدین نقل کرد. گشتنگریتان را خیلی با ذوق به یاد آورد. گفت که در ده او همه را میزد. لیکن قائل شد که هرچند کوشش میکرده است تو هر زمان هلوک‌های نو فکر کرده برآورده او را هم میغلطانده ای. سلیم آدمی با سواد، بچه خوب و خیرخواهی تو است. از سیر زمانه با خبر. یک آه کشیده کمی توقف کرده سخنش را ادامه داد. ما 3 کس، من و داملا ممتاز و پدری تو جوره های جانی بودیم. داملا ممتاز عمرش را در مدرسه های بخارا گذرانده شخصی فاضل بود. از احمد دانش نام علامه نقل های عجیب و غریب می کرد. اما به شگنا برگشته آمده در دهه از قشاقی رهایی نیافت. با زمانه و ملاهایی که قرآن را دام فریب مردم کرده بودند ساز نآمد. به هیچ کس گردن نفرآورد. دولت او دانش او بود. دیر زن گرفت. در سر پیریش خداوند به او همین سلیم را داد. از این 3 فقط من سرسخت ماندم. دیگرها از این زمانه به هر بهانه رفتی رخت سفر بستند. سلیم کله و کنده پدرش، سرکش، غیور، جسور و دلیر، دانا. توسط عالمتای و دنغره و نارک چند مراتب به ینگی بازار و دوشنبی رفته آمده است. گپ‌های نو میگوید. جوان هم باشد خیلی صاحب اندیشه و با ملاحظه است. در آخر گپ را بسیار کردم. تو حالا دم بگیر. بگاه مصلحت میکنیم. تو از اسبت خواطر نشو. بیگانه نیست. به خانه پدریش آمده است. احساس کردم که دیگر ضرورت به تفسیر حدیث عشق و نیاز به آرمانهای جانسوز من نمانده است. ناشتا کردیم. در سر دسترخوان خواب بردنی مرا دیده اکای براتلی به پسرش فرمود که مرا تا مهمانخانه گسیل کند. همین قدر یاد دارم که خود را بالای کرپچه پرتافتم. چطور خوابم برده است دیگر به یادم نیست. بیدار شدم بیگاه شده است. به بیرون برآمدم. اکنون بعد رفع خستگی حولی و خانه و در جوره پدرم را خوب تماشا کردم. آن آستان خیلی خاکسارانه می نمود. 1 دالان، پیش دهلیز و 2 خانه میده را در بر می گرفت. در سمت راست 2 آغیل جداگانه برای گاو و بوز و گوسفند، از آن بزرگتر و برهواتر 3 خانه. در سمت چپ در 1 قطار ایوان خرد، چکدان، دیگدان و هیزمخانه جایگیر شده بودند.
در درآمدگاه حولی از طرف چپ در درآمدی آن یک مهمانخانه تقریباً 3 به 4 متری در مسافه تخمیناً 15 قدم دورتر از خانه استقامتی در این طرف حیاته می ایستاد. این عمارت خاکسارانه را خانواده اکی برادعلی حجره نام می بردند. معلوم بود که آن فقط وظیفه مهمانخانه را اجرا می کند. با وجود کمبغلی از مهمانداری و مهمان نوازی صاحب خانه درک می داد. حولی نهایت خرد باشد هم غیر از راهروهای برشان کوتاه که آن هم تعیینات استفاده خواجگی را داشتند در آن یگان وجب زمین خالی دیده نمی شد. معلوم بود که سمت خانه و دهلیز و نزد چگدان و دیگدان برای آبچکاری و سمت عاقلخانه ها از درختان سیب و زردالو و شفتالو و ناک و آلو 2-3 تنی پرورش می یافتند. بیخی درختان مثل که نقش آفریده باشند یک مرام نرم کرده شده و قسمت آبچکاری با صنعت دهقانی کار کردیده 3 پلی پیاز و گشنیج و جویک های راست کشیده برای هم در یک مسافه قد راهروی اساسی از چپرک تا دهلیز طول و عرض داشتند. از بردمی این درختان و سر تا به پا گلپشت بودنشان معلوم بود که صاحب خانه اهل عائله آنها را خوب نگاه و بین می کنند. چون این مناسبت به زمین در کوهستان شگناو متاسفانه وجود نداشت. شاید آنجا سنگ و کوهپاره بود و مردم از حساب گاو و مال و صحرا روز می بردند و باز تیلاشویی می کردند. از همین حساب باشد. من اکنون فهمیدم که چون این طرز استفاده زمین و همین قطعه نزد حولی را مردم این محل حیاته نام نهادند که خیلی خوشایند و به موقع بود. زیرا این زمین خرد نه تنها جای زندگی بلکه همچون سرچشمه حیات نیز استفاده می شد. خانواده اکی برادعلی هم اطراف خانه و هم قطعه نام برده حیاته را نهایت استاکارانه با درخت گز که لبلب دریای سرخا و آن هم از سمت چپ دهه قربان شهید می گذرد می روید با اندازه های گوناگونی تعییناتی بریده، بافته، بند و بست، نوک‌های آنها را قیچی کرده استفاده برده است. آن با یک نگاه خیلی زیبا به نظر می رسید. خانه و دهلیز، تکی دالان، خاکسارانه هم باشد، تازه و آزاده بودند. درون و بیرون خانه ها با آب سفید خاک که زمین خود قربان شهید مکانی آن است یک نوع سفید کرده شده پاک و خوب و گوارا می نمودند. همه این را دیده نظری نیکی من نسبت به شخصیت اکی برادعلی دلی صاف و بی آلایش، جوانمردی، طینت آدمگری و مهنت دوستی او و اهل عائله‌اش باز هم قوی تر گشت. با این نمود ظاهری کس گمان میکرد که صاحب خانه یگان توی و معرکه یا خرسندی دارد که به آن تیاری محض دیده است. این دم صدای بچه اکی برادعلی رشته فکری مرا کند. السلام اکی ساربان، سخت مانده شده آمدید. خوب دم گرفتید گفته از من پرسید و منتظر جواب نشده. چند بار به پدرم گفتم که آمده تو را بیدار کنم. خوراک نصف روزی خوریم. نماندند. 1 ساعت خواب به از گوشت گاو من استراحت کند گفتند. رحمت، نغز دم گرفتم. راست گپ جانم دمید. نم خودم را آدم حس می کردگی شدم. لیکن به فکرم امشب دیگر خوابم نمی برد گفتم. نورعلی کمی تبسم کرده. نقشه های عطم بسیارند. شما را مثل فرزندشان دوست می دارند. به این هم شما را خواب کنی نمی مانند گفت نورعلی معنی دارانه. من تأثیرات خود را از خانه و حولی آنها گفتم. نورعلی ما و شما آدمان زمینیم. داشتگی ما در کف دست. اما این تازگی و آزادگی و ترتیب باغچه و حیاته شما را دیده قایل شدم. آدم گمان میکند که حال حاضر در این خانه همگان یگان توی و خرسندی را انتظارند. درست، این واقعیت دارد. پدر من از پدر شما 2 سال کلان بوده است. او را خیلی دوست می داشت. دادرم گفته دایما درباره مهمانداری
مهربانی آن کس صفتها می کنند. به اهل خانواده شما همچون آدمانی با نان و نمک که به همه خوبیتان می رسیده است احترام مخصوص می گذارند. بعد سخنش را گویا خلاصه کرده شما که امروز مهمان ما هستید، در خانه ما توی است گفته مهمان نوازی کرد نورعلی. تشکر، لیکن من به ترتیب و نظام حولیداری شماها اشاره کرده خواستم فهمم که مگر در یک مکان خردی کمبغلانه امکان هست که چنین شرایط گوارا و آزادگی دائمی نگاه داشته شود. اکای ساربان با تبسم خاصه تفسیر مسئله کرد نورعلی. اکای براتلی پدرش را در نظر داشته از پشت آدم خون می گیرد. در زندگی یک لحظه نه خودش آرام دارد نه دیگران. مهنت را یگانه سرچشمه زندگی می شمارد. کار کن غلامان واری، بخور میران واری می گوید. همسایه ها ما را مزاح می کنند که اگر در خانه اکای براتلی 10 مرد کار شب و روز زحمت کشد هم کارشان تمام نمی شود. همه این ثمره مهنتی پدرم است. مادرم هم مثل پدرم مهنتی ما را همین طور تربیت کردند. اما با عذابی که روز می گذراند نه خود او و نه ما صاحب نان و زندگی حلال هستیم. همش نصیب قربانبای می شود. 30 سال است که پدرم و همه ما غلام و چوپانی در خانه او می باشیم. گاه عاقل خانه ما پر مالهای کسل می شود. سر گوسفندش درد کرد، پدر من جریمه می دهد و قرضدار می شود. حلال شد گوشت و پوست و کله و پاچه‌اش را پره کشیده می گیرد و به این هم نگاه نکرده ما را نیمی ارزش آن جریمه می بندد. بوزی را گرگ خورد، در جر پریده حرام شد. با شریعت و طریقت براتلی گناهکار است. از جبر و قرض دائمی او ما نه طاقتی در این ملک ماندن و نه جای گریختن داریم. حیات غلامی به سر میبریم. اما چهره نورعلی یک و یک باره کشاده شده این سو آن سو نگاه کرده پرسید: اکای ساربان، پدرم گفت که اکای سلیم جوره نزدیک شما است. درست است؟ به فکر شما او چه خیل آدم است؟ با او باور کرده می شود؟ من: راست است، ما هم سبقیم. من کرسواد رنگ بودم، اما سلیم از دانشمندی ملای مدرس را گبزنی نمی ماند. او را چنان سؤال باران می کرد که ملا قریب به گریه می رسید. فقط به کار خدا و شریعت شکاکی نکن گفته به یک حال او را آرام می ساخت. بسیار کتاب می خواند. خاطره نهایت قوی داشت. زیرک و هوشیار و با عقل و هوش بود. جهان گشته است. چند مدت تا به دوشنبه و حصار رفته بیدر گشت. گمان کردیم نابود شده است، اما زنده و سلامت آمده رسید. پدرت درست می گوید. او رفیق نزدیک من، بچه نهایت جدی و دوستی وفادار است. از او بدی نمی براید. خلاصه کرده من: این خیل باشد، من فقط به خودت می گویم. او به خاطر پدرهایمان با من هم رابطه دوستانه دارد. چند مراتب این سو تا کلاب و فرخار و چوبک رفت آمد می کند. گویا گاه گاه افغانستان هم می رفته است. چیکار می کند؟ فقط خودش می داند. خلاص کلام او به مخفیت و تأکید گفته است که آماده باشیم. بالشوای می آمده است. مردم باید از آنها نترسد. بالشوای بدین هم باشد به انصاف است. به این غارت و خانه سلاطی که بایها و قاضیها و ملاها از نام شریعت کرده مردم را بداد آوردند خاتمه می بخشد. مثال آورده است که شما را قربانبای با 1000 مهر و وثیقه بر دروغ اولاد به اولاد غلام کرده است. حتی این کلبه ویرانه از باباهایتان میراث مانده را هم با طریقت و شریعت از آن خود کرده به خود شما با اجاره و گره مانده است. بالشوای باز می گرداند. شما به این چی می گویید؟ گفته از من پرسید. من: نورعلی،
من یک آدمی کم سواد هستم. به این گپ ها باور ندارم. باسمچی ها تا قشلاق ما آمدند. مال ناچیزی مردم بیچاره را به یغما میبرند. زنان و دخترانشان را بی‌ناموس میکنند. آوازه کردند که امیر عالم خان بچه باز از رفتار بالشوای سخت به غضب آمده است. در افغانستان 100,000 لشکر جمع کرده آمده بخارا را آزاد و تا پترزبورگ هجوم کرده آقپاشا را در سر حاکمیت برقرار می کرده است. دیگر آن طرفش را نمی دانم. ما جان خودمان را گرفته از جبر باسمچی و بالشوای به این احوال افتیدیم. آخر بای و باسمچی مسلمان هستند که این خیل به مردم جبر می کنند. دیگر از بالشوای بیدین چی امید است؟ گفتم. اکا هوا خنک شد. بیا پیش دیگ و چکدان رویم. تکلیف کرد نورعلی. من هم از این صحبت دلگیر شده تیز راضی شدم. چون آنجا رفتیم دیدم که در 2 دیگچه خرد در یکی خام شوربا و در دیگری آش پلاو پخته ایستاده است. در 2 چای جوش الکی چای بلق بلق می جوشد. از چکدان بوی حول گرم می آید. من به آن نزدیک شدم. خواستم دستایم را گرم کنم. دیدم که طبق عادت ما مردم شگناو وقتی که نان را پختند در لخچه مانده آن چند کوزه را پر آب می کنند که برای روزگار در کار می شود. هرچند من حولی اکای براتلی را تماشا و با نورعلی چخچق می کرده باشم همه هوش و یادم به خرامان بند بود. در مدت 1-1.5 ساعتی که من در حولی سیر و گشت می کردم اقلاً 1 بار بیرون نآمد که او را بینم و خمار دل بشکنم. به خاطر آواز اکای براتلی صدا داد. ساربان، در قربان شهیدی ما زیق نشدی؟ من نورعلی را از سر مال مخصوص روان کردم که تو را همراه باشد. نه اکای براتلی، من خیلی خوب دم گرفتم. صحبت‌های ما هم با نورعلی گوارا بودند. پاسخ دادم. من شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 12.